متاسفانه خیلی از مؤمنین، خیلی از انسان‌ها امروز فکر میکنن که دین فقط نمازه، ما فقط بیم یک سری عبادات رو انجام بدیم، یک سری شعائر رو انجام بدیم، ما مؤمنین، در حالی که سخت در اشتباهند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا ایمان لمن لا امانت له، کسی که امانت داری ندارد ایمانش کامل نیست. ولا دین لمن لا عهد له، کسی که وفای به عهد نمی کند دین ندارد، این دیندار نیست. کسی که وفای به عهد نمی کند دین ندارد. حالا ما چطور احساس میکنیم که وفادار نیستیم و ادعای ایمان میکنیم؟ در مسائل کوچک ها نزد امیرالمؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه در زمان خلافتشون 3 تا جوون اومدن، یه جوون دیگر رو کتبسته آوردن، گفتن یا امیرالمؤمنین. گفتن بله. گفت ایشون پدر ما رو کشته، آوردیم قصاصش کنیم. گفت پسر جان راست میگه؟ گفت بله یا امیرالمؤمنین درست میگه. چرا کشتید؟ گفت حقیقت من گوسفند داشتم، مال داشتم، شتر داشتم برای چرا میبردم، بعد یکی از گوسفندانم تو کشاورزی اینا رفت، تو مزرعه اینا رفت، پدر اینها سنگ بزرگی برداشت زد فرق گوسفندم مرد، منم همون سنگو برداشتم بزنمش، دقیقاً به سرش خورد اونم مرد. من قصد کشتن نداشتم، ولی چون گوسفندم از بین رفت یا شترم در بعضی روایت میاره، بالاخره من انتقام گرفتم که تنبیه بکنم، ولی مرد. گفت به هر حال شما باید قصاص بشید. گفت من در خدمتم، ولیکن یه فرصت ازتون میخوام. گفت چه فرصتی؟ واسه چی؟ گفت به من 3 روز فرصت بدید، من برمیگردم، چند تا بچه یتیم دارم، 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 1 ساله، یک گنجی رو، اون زمان بانک نبود که بگذارن، سپرده نبود، قرض الحسنه نبود. به هر حال امینم اگر بود، حالا ایشون چون تو بادیه و صحرا زندگی میکرد، گفت من گنج ها بعد پول و طلاهایی رو اینجا دفن کردم، بچه هم خبر ندارن، اینها رو به همسرم بدم برای ایتام و یتیمای من خرج بکنن، بعد از 3 روز برمیگردم خودم رو به شما تسلیم میکنم. گفت خب یه چیزی باید گرو بذاری. گفت من هیچ غیر از همون گنج ندارم. گفت یک نفر باید تو رو ضمانت کنه. گفت در این شهر مدینه من کسی رو نمیشناسم، من از بادیه و روستا اومدم، غیر از الله کسی دیگر رو نمیشناسم اینجا، شما رو هم دارم برای بار اول میبینمتون، من کسی رو نمیشناسم. گفت اینطوری نمیشه، ما نمیتونیم تو رو رها بکنیم. که ناگهان ابوذر غفاری رضی الله عنه بلند شد، گفت ای امیرالمؤمنین من ضمانتش میکنم. همه چشمها خیره گشت، نفسها حبس شد. آخه چی داره میگه؟ عمر رضی الله عنه گفت میدونی ابوذر چی میگی؟ آخه اگه این رفت دیگه برنگشت، تو اعدام میکنیم به جاش، قصاص رو بدون برو برگرد بر تو اجرا خواهیم کرد. گفت من در خدمتم امیرالمؤمنین، بعد از 3 روز نیامد من خودم رو تسلیم میکنم. ابوذر غفاری صحابه جلیل القدر، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصف او بارها و بارها، ابوذر اون مردی است که تنها میرود، تنها سفر میکند و تنها هم میمیرد. گفت من ضمانتش میکنم. گفت برو. رفت، ولی تمام شهر مدینه این 3 روز براشون 3 سال گذشت. چه خواهد شد؟ چه ضمانتی وجود داره؟ چه تضمینی وجود داره؟ آخه کسی اینو نمیشناسه، خونه و شهر و منطقه‌ش رو کسی بلد نیست. اون زمان پلیس اینترپولی هم نبود که فوراً دستگیر کنن، این همه امکانات هم وجود نداشت، امکانات رهگیری و ردیابی و یک سری سیستم‌های امروزی. روز اول گذشت، روز دوم گذشت، روز سوم گذشت، تا عصر خبری نشد. یا الله، همه پریشان، از جمله و بیش از همه خود عمر فاروق. مگه میتونم من تناب دور گردن ابوذر غفاری، کسی که دست بیعت رو در دستان رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته، کسی که قومش اون رو کتک زدن، پیامبر برای او دعای خیر کرد، بعد از نماز از لحظات و غروب بود، دید که این جوان از کوچه های مدینه داره میاد، آمد به نماز مغرب نرسیده بود، خودش رو تسلیم عمر کرد رضی الله عنه. گفت ای امیرالمؤمنین من آماده قصاصم، همه رو جمع کنید و من رو قصاص کنید. گفت ابوذر رو بگید بیاد، اون 2 نفر رو هم، اون 3 نفر مدعی العموم رو، یا در واقع مدعی رو که
بحث قصاص رو داشتم بگید بیاد، ولی همینجور عمر فاروق میبارید. از این مرد سوال کرد پسرم چی شد تو خودتو تحویل دادی؟ جریان چیه؟ تو میتونستی بری، تو این فرصت رو داشتی. 3 روز فرصتی است که تو در هر کجا میتونستی فاصله بگیری، میتونستی فاصله بگیری. به هر کشوری میخواستی میتونستی پناهنده بشی. چرا نرفتی؟ دلیلش چه بود؟ گفت ای امیر المؤمنین، خدای متعال در قرآن عظیم الشان میگه اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. به عهدی که میدید عهدتون رو وفا کنید و الا در دربار الله مسئولید. من برگشتم خودمو تسلیم کردم تا وفای به عهد و وفاداری در میان امت رسول الله نمیرد، این شاخصه بزرگ دفن نشود، این خصیصه بزرگ پاره پاره نشه. امت اسلامی به هم نوع خودشون و به یک انسان بدگمان و بدظن نشود. از ابوذر غفاری پرسید ای ابوذر تو چرا ضمانت کردی؟ آخه تو چه میدونستی این بر میگرده یا نه؟ گفت ای امیر المؤمنین، دمی که دیدم این جوان میگه من کسی رو نمیشناسم، من بلند شدم گفتم ضمانتش میکنم، گفتم جان ابوذر برود اما جوان مردی در امت رسول الله نابود نشود. اینها کی بودن؟ به خدا اینها قصه خیالی نیست، اینها فیلم های هالیوودی و دروغی و هندی نیست. بشر عاجز عقیمه، نمیتونه همانند اینها بیاره. اینها رو پیامبر ساخته بود، گفت من کشته بشم ولیکن جوان مردی در میان امت رسول الله صلی الله علیه و سلم چراغش خاموش نشود. صحابه گریه میکردند. 3 تا جوان بلند شد گفت ای امیر المؤمنین قد عفونا عنه، ما این جوان رو مورد عفو قرار دادیم به خاطر این که عفو و گذشت در امت رسول الله نمیرد. اگر اونها به خاطر وفای به عهد نمیرد خودشو تسلیم کرد، ابوذر به خاطر جوانمردی نمیرد، کسی رو نمیشناخت اون رو ضمانت کرد، ما هم به خاطر که یکی دیگر از صفات بارز انسانی زنده بماند قد عفونا عنه، از خون پدرمون گذشت.